بداش بله. ارشاد داره میاد. این ارشادش کن. آره آقا ارشاد بداش. اینه بگیر. با من بیا. چه خبر؟ ارشاد عزیز، من سمت تو هم، ولی الان میخوایم مثل دوتا مرد با هم صحبت بکنم. تو دیگه سمت اینجا نیا. سمت کجا؟ بلند شد. اون بیرون رو نگاه کن. دوربین ره. دوربین؟ بله، دوربین مخفی. چیزی نمیبینم. اسمش روشه دیگه، دوربین مخفی. اگه قرار بود ببینی که اسمش دوربین مخفی نبود. حالا اینا رو برای چی گذاشتن؟ برای دزد و اینا. خیر، میدونی که سارا برادر نداره، ولی من برادرشم. سارا خط قرمز نقیه، ولی من خط مقدم نقیه. من نشی جوری من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه، ولی سمت تو. حالا این دوربینایی که کار گذاشته شده خیلی حساسن، یعنی اگر یه چیزی ازش رد بشه شروع میکنه آلارم دادن، بوق کردن، شروع کنه بوق کردن، نقیه شروع میکنه واق من شروع میکنم واق کردن. قدم اول شهر دوشنبه، قدم دوم لب مرز، قدم سوم میام بالا سر. من سمت تو هم، ولی توی شرایطی ممکنه مقابلتم باشم. با تاجیکستان چیزی نمیخوای؟